سلام، وقت همگی به خیر و شادی باشه. امروز میخوام حروفی مثل و ه رو بهتون آموزش بدم. ببینید و در حالت جدا به چه صورتی نوشته میشه. و از اینجا میاد دایره نوشته میشه، مثل اول ف بود. اول ف که گفتم به این صورت هستش و اولش به این صورت نوشته میشه، ولی تو پر هستش، یعنی این نقطه رو پر میکنیم. و اینکه یه ایرادی که بعضیا دارن وقتی میخوام و بنویسن، بچه‌ها ببینید اینطوری نقطه اینقدر تو پرش میکنن و رو مینویسن. این زیاد جالب نیستش، قشنگ نوشته نمیشه. پس از اینجا میایم دور میزنیم، یه ر بهش اضافه میکنیم، اینم یه تو پرش میکنیم. خب این و در حالت جدا بودش. حالا اینکه توی اتصال حالت اتصال آخر کلمه به چه صورت نوشته میشه. مثلا میخوام بنویسم تو، ببینید الف کوتاه بعد یه و روش چی میشه؟ سوار میشه. میبینید این تو به این صورت نوشته میشه. یا مثلا میخوام بنویسم نوا، الف اینجا میاد یه حالت خمیدگی، یه و نوشته میشه. الف این هم میشه چی؟ نوا. حالا ه رو میخوام بهتون آموزش بدم. در حالت جدا ه به شکل عدد 5 نوشته میشه. یعنی به چه صورت؟ ببینید از اینجا میام، ببین میرم به سمت راست، یعنی انتها قشنگ تو انتهاش نمیشه، یکم به سمت راست متمایل میشه. ببینید مثل عدد 5. ببینید. خب حالا اتصال آخر کلمه، وسط کلمه، اول کلمه ه به چه نحوی نوشته میشه؟ وقتی که ویرگول داشته باشه، مثلا میخوام بنویسم هنر. خب میخوام بنویسم هنر، از اینجا میام یه نقطه میذارم، میرم به سمت بالا. خب ببینید چه قشنگ شد. از اینجا میام یه نقطه میذارم، میرم به سمت بالا، یه بر یا ر شمشیری هم بهش اضافه میکنم، یه ویرگولم زیرش مینویسم. این اتصال ه در اول کلمه است. یا مثلا شکل ه دو چشم چجوری نوشته میشه؟ ه دو چشم ببینید مثل همون عدد 5 که گفتم، یه مستطیل، ببینید از وسطش به این صورت. خب یه بار دیگه از اینجا میام کج میشه، مستطیل میشه، این هما نوشته میشه روی خط. البته بچه‌ها بعد اتصال وسط کلمه چطور؟ میخوام بنویسم بهاره، از اینجا میام ب رو به این صورت می نویسم، اینجا یه موجی میگیره، یه با بهش اضافه میشه، بهاره. یا میخوام بنویسم تهران، ببینید تهران. این وسط کلمه است. در آخر کلمه مثل آیه با کلاه نوشته میشه. اتصال در آخر کلمه، مثلا می نویسم هدیه، ببین ه نقطه است، پس نقطه است وقتی که ویرگولی مانند باشه. ببینید هدیه به این صورت. یا میخوام بنویسم کهنه، ببینید ه وسط کلمه چجوری نوشته میشد؟ آفرین، اینطوری یه نه بهش اضافه میشه، اینطوری. بچه ها موفق و پیروز باشید. خوشحال میشم عضو کانالم بشید و از آموزش‌های خوشنویسی لذت ببرید. موفق و پیروز باشید.